برای چی الله تعالی راضی نمی شود که زنها غمگین و دل شکسته شوند؟ گوش کنید. وقتی که فرعون حضرت موسی علیه السلام را به قصرش برد، مادر موسی علیه السلام بسیار غمگین گشت، چون که فرعون فرمان داده بود که کدام طفلی که امسال به دنیا آمد او را به قتل رسانید. خداوند او را به سوی مادرش دویم باره بازگردانید تا اینکه مادرش غمگین نشود. فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن. برای مادرهایمان غمگین نشوند، زنهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، آیت نازل شد در سوره احزاب: ان تقر اعینهن ولا یحزن. برای غمگین نشود، حضرت مریم علیه السلام فناداها من تحتها الا تحزنی. حضرت جبرائیل علیه السلام ندایش کرد که غمگین مشو. همچنین در دیگر آیت خداوند مادر حضرت موسی علیه السلام را خطاب میکند که ولا تخافی ولا تحزنی، مترس و غمگین مباش. دوستان عزیز، در این آیت ها مشاهده کرده می شود که باید زن غمگین نشود، چون که زیغ شدن زن بسیار سخت و حسیاتش خیلی نازک می باشد. زیغ شدنش سبب می شود که زیباییش را از دست می دهد، ضعیفتر می گردد. از جهت علمی زیغ شدنش سبب می شود که غده‌ای که هورمون زنانه را به نام استروژن خارج می کند بر وی تأثیر می رساند، در نتیجه گرفتار بیماری های بدنی و روانی می گردد. برای همین هیچگاه دل مادرت را به یگان سخن زخمی مکن. اپا و خواهر خود را نرنجان. دخترت را به آغوش گیر و به سویش تبسم کن. زنت را نگاه کن و دلش را مشکن. زنها را حرمت و احترام نمی کند مگر مردهای بزرگوار و نمی رنجاند آنها را مگر نامردها.